بابا یخیم هست بدا من گفتم خوبه برادر، من یک دفعه گفتم نه اینه چطور برای خیرات جانگره خیرات جانگره چی گفت پای برای خور میشونم تو اینا رو گیر جانگره میشونی بلاده خبر داری چه کاره؟ من بعرف مدر خود کردم مدر مگم اردو پا خود یک کش کمی تکو اگه دو نبردی اسم من بگردم تو چی میگی؟ اردو پا خود یک کش کم مدر مگو بعرف خود گب زدن خود تو میفهمی که تو چی؟ پا خود بالا خود من رو خود میشیش تو من کجا رو خود میشیدی؟ اینو بشیشی دیگه تابی تو مال من گفت یک فرمونه بگو یک چکیه و مال رو آدم شیشته میشه بگی بگی خوا خود بگی برو سرقی نکو با دست خود مرختی یا نمایت یاره نمایت یاره بابا خود دست که تو سیک برو نمایت اگه بسته که تو نمایت یاره عزیز دل من پاس کو تو یه سر دار منه بگو گپ خود بگو چی میگی چی گفتم من چی میگفتی چی میشه اوکی دل جگر تو یخ میکنه که تنم بند باشه نیلیلا چی گپای من چی رقابت کردن تو بند باشه ها یعنی فکر خوب کردم نه بگو مادر جو اگه بدیستی که ای آدم سیاست خود نشون ندادی هیچی تو به تو زن نمیشه تو یک ساعت دیر امیتا که میگی من که تو به گپ تو نفهمیدم حال فهمیدم که زن تو چی میگی تو زن تو چه کاره تو به می گپ من نرسیدم مادر ما گفته چه کاره ما چی میگه خب من گپ خود یکی کردم ما هم سایه قوم خشم دیگه ما نشه تو از آن چی میگی تو مثلا چی ما به تو میگم من خود کله گنده تو به تو میگم من به کسی میگم که بفهمه که او مثل من رانه من کن نمیفهم من به تو کن نمیگم کولا اگه ما که با گپ از یستن نیم سر گپ میدم نیم با صد گپ نیم با غیر گپ مادر ما گفته پاخر بیا کاش کو ما چون زن چی گفته تو از اول نمیفهمی از اولم نمیفهمی سرقی تو که خیلی آدم رسیدی خیلی آدم رسیدی بگذار درسه که تو خوندی تو حق حال میرفتی انجینر میشدی یا مهندس میشدی بیا آماده یک ساعتی تو فکر کنم تر پوره و کتو نگاه کو یعنی به جنجالش تو آدم افتادم شرنگ چوریا شرنگ چوریا شرنگ چوریا شرنگ چوریا شرنگ چوریا چوریا شرنگ چوریا شرنگ چوریا واسه جوانا عمل لغت کردی با تو چی میگه بیاری با تو رفت داره جانجوره چی رقم جوانا سر گفت خوبی گوش کشیدم یا نه من نوالا لغت کردی گی لغت جایی که نوال نیه تا خود برسا سیکو تو هم برف مدر خوکو چکا کنم؟ برف مدر خوکو من بیش شک برف مدر کنم برف مدر خوکو گپ بزنه چی بنده بزیو چی گپه که ما برو من مادر خوب پرسیم چی گپه چه کار کنم من برار جو مادر میگفتک همین رقم اگه دیگه گفتک به زندگی تو یک کلمه گپ شنیدی اسم گله که بگرد و اسم همه گله که بگرد چی شنیدی چی شنیدی اکی چی شنیدم تو میگی مادر برف مادر خو کردم برف مادر خو گوش کشیدم خب کی با برف مادر کنه نه او دیگه گپیه چی گپه خب تو برای مادر خو بپرس بگو چه کار شکم زن مثلا چشه بگه که نه ایت نیوتنه خود چی برم بپرسم که زن ما بگه نه تو هرچی به تو میگه انگار که به تو علف ریزه میکنه تو سر کله گپ تو معلوم نیه که تو چی میگی بابا ما میگم مادر نگفت تو بچه خوب بگرد مردو پا خود بیا کشکو اگه دیگه دیدی تو همیتا گپار شنید اسم گله که بگردو تو امال بیا از این بی گفته مادر تو هر دو پات مدام به یک کوشه کوشا مانیدی تا این دگاه خاله کار خود کوشا خون آمدی با تو کمی تا دل جام شده باره که یکی چهار من نمیفهمیدم من بیاق نمیدم گردن تو بند باشه آدم بیه دمی گپا بگو تیاد سر کله گپ تو یک کلمه من نفهمیدم تو مادر تو گفته چکارک شده فلانک شده آن لغت نمیکنی چی خیلی جا لغت میکنم حالا تو بیا از این راسته من چهار بیاقلی کردم 12 سال میشه من عریشی کردم من نمیفهمیدم نه من نمیگم من با کسی میگم که برای با مادر خوب بگه چرا بگم تو برای مادر خوب پس مادر تو به تو میگم
12 سال عروسی کردم تالی نمیفهمیدم. تار تو معمولا تو چی بپوشم تو چی بگفتی به من؟ خب بابا تو مردی پا خودم یک کش کو. نه هی کسی به سر کله گپ بزنم من سواله بفهمه سواله به دوستم و به می عبرتی گپ زدی اشتانه بابا اشتانه بابا انجل خیلیاته کیاری یا این بر استاشین که بقل بر شما چیزه اینجا استاشین که پشیه می دیگه اشتانه بابا چی رقمه؟ خوشم آمد از تو چی رقمه؟ نش جان تو انا ولد بفهمیدم که مردی اشتانه از امروز اول اگه به حرف ما و حرف مادر خو میکردی که خیلی خوب بود بابا جو سعی کنیم پیار گلمه من چی میفهمیدم که ایتا مسئله میشه ایتا گپ میشه من نمیفهمیدم مگه میفهمیدم ای بابا برای گپ نگردیم او من دیدی آفرین بچه خوشم آمد بابا به خدا خوشم آمده ایتا بچه مردی ایتا بچه جواب دی ها دگه مثل تو پیدا نمیشه نه بابا شما اتانیم نه درسته شما هم جلوه میته بودیم نبودیم من نمیفهمیدم من میتا پیاره نداشتم که با من یاد ده اما ما به تو یاد دادم مادر تو به تو یاد داد بحث نمیکردی خیر بینیم زنده باشیم بابا دیگه بابا ها من عمر ما که به گندگی تی شد 35 سال عمر ما انویتا در باد رفت راست انا تو شما چند ساله بودین که فهمیدیم شما یارستی میگیم یاد ندادن کسی کسی به من یاد نداد نگفت شما نگفت نه مادری راینه چاینه ها جواب خوری تو بده جواب خوری تو بده کسی نه من 20 سال نه مادر داشتم نه پیاره هر چی که میگفتم خوب بله خوبه ما مادرم پیارم شکر دارم ها من قنال به همه محلگی ما گفتم خوب کاری کردی بابا تو من از این به حرف مادر خوب پیار خو میکنم انمی تا کارا بکنی رو خیرم به جلوتونه هنوزه به حرف شما کو به توتی منطقه به حرف مادر خو بیشتر میکنم حرف مادر خو بیشتر گوش میدم انمی تا بچه خوبی باشو مادرتم تو خیلی مایه من میگم برادر حال جیکس زدن میتونه آفرین بابا آفرین شبت خوشم آمد از تو من خوشم آمده شما آفرین بچه من بابا من میرم به همه مردم میگم این گپ من به مثل من میترفتار کنیم به همه مردم هم نگو بابا چری؟ تو جوان خیرتی تو به غیرت داری که میتر از خواستقال عمال نشون دادی بیاقلی بدم من اصلا نادون و نافهمی بدم چه کاری دیلا؟ من نمیفهمم بله خوبیا چه انا کاره؟ تجیبتونی رسی جوالا سر چی رقم ایسال جنجله شکر یا راستی الحمدلله. تصمیم خود بگرفتن لالا 2 شو میشه اشته مثلا 2 روز 2 شو میشه تصمیم چی مادر مگوتا مادر جو گلک جو 10 سال 15 سال 16 سال 12 سال 1 سال نیم سال میشه تو عروسی خود بکردی چری تو میکنی چری رقمه حالی چی چه کار هست چی مسئله چی میگی مادر جو مادر مگفت تو به حرف بعد ما بکو پیار مگفت تو به حرف ما بکو اگه دیگه تو به زندگی خوش شکست کنی اسم مادر خود بگردو ناز بیبی دیگه نگذار از چی شکست بخوری گلک جو آزمی که معروسی کردم مثلا همون زر سال میشه خو بی تفاوت بدم خو حال چه کاری چی؟ حال چه کاری حال چه کاری چی چه کارو؟ بابا همین که عروسی کردی به همین مدت بی تفاوت بودی حال چه کار کردی خب مادر مگو به حرف ما بکن راو چار مادر چی بود تو گفت چی کار به حرف ما کو این دیونه تیاری بدی تو کجی سرگی شعر بگم به شعر صحبه کن شعر دکلمه کنم میفهمی به شعر بگو گذر کو در بیاوان تا ببینی اگه گرگ خور به رمه زد دور بگیری اگه ترسی به گرگ باشه میآیه چوب که چپون لالخون و علخونه چپون برفته برات گرماسار میخوره بفهمی امی معنی چی میده نادون و نافهم تو با مادر خو میگی به حرف مادر خو کردو به من شعر میگی دوشه و برارم دوشه و 2 روز میشه جیکست نمیزنه کی کی جیکست نمیزنه زنمه اشته مثلا
اشته مثلا مادر من گفته عزبی بگم بگو من به هیچ کی نگفتم تو میگی لا آفرین رفیق با من بگو که من خوب شعر تو هم فهم حرفم میکنی اشته تو هم از این بعد خودی زن خو میتکن خیلی بینی برای من خلاصه به خلاصه بگم من از زن خود اگه نمیترسم خوب یعنی تو 2 ساعت خودی کله گنده خود جلوی من چرخ ندی از 30 تا به پینه رای شال راب میدی آخر عدن خو نمیترسی برای من سیکو من تا به حال همین مدتی که عروسی کردی بدون من از زن خو میترسیدم گردن و بند باشه بر سما 4 ماه خرج من سگ گربه میخورد خوب از زور من میزد خوب جا تو خیلی حالی نمیترسی حالا 2 روز و 2 شب میشه نمیترسم اصلا من دیگه تصمیم گرفتم که از زن خو نترسم انا مردم ما از زن خو دیگه نمیترسم